خب یه دونه لپتاپ داریم. البته چیزی که برام خواستم، نکته‌ای که میخواستم بگم اینه که ببینید تمام این خمیر سیلیکوناش همه خوش شده، چیپا همینا باعث میشه که نتونه حرارت رو انتقال بده به اون در واقع فن و معمولا هر 3-4 سال یه بار باید لپتاپ باز بشه. حتی اگه سالمه داره کار میکنه این خمیر سیلیکونا رو همه رو تازه کنی از نو. خمیر سیلیکون رو بهتون نشون بدم. آغازی بکو خمیر سیلیکون اینجا بود، سرنگی کو، هم خمیر سیلیکون. بعد اینا رو خمیر سیلیکوناش رو تازه میکنید، بعد جمع میکنید میبندید. در اصل بهش میگن سرویس کردن لپتاپ و این فن هم باید سرویس بشه. همین نکته انقدر مهمه که اگر رعایت بشه در واقع حال لپتاپ خوب میشه.